أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولین معلومات درباره اعراب که براتون تقدیم کردیم، ارکان الاعراب اربعتون، یعنی که رکنهای اعراب 4 تا می باشند. رکنهای اعراب 4 تا هستند. پیش از آن که این رکنهای اعراب را برای شما توضیح و شرح و بیان و تقدیم بکنم، اولا می خواهم از یکایک برادران و خواهران و دوستانی که می خواهند در مسئله علم نحو، در مسئله اعراب و تحلیل جمله های عربی ملکه و دانش و قدرت و توانایی پیدا بکنند تا اینکه کلمه های عربی را درست بخوانند و درست اعراب و تحلیل بکنند و حرکت های آخرشان را درست گذاشته بتوانند. اولا میخواهم برای یکایک شما بگویم که ای برادران و خواهران و ای شنوندگان محترم، کلمه های عربی فرق ندارد چی اسم است یا فعل است یا حرف، که در زبان عربی 3 نمود کلمه می شود: اسم و فعل و حرف. پس این 3 نمود کلمه از 4 حالت خالی نیست. از 4 حالت خالی نیست. اولا یا عامل و معمول هست، عامل و معمول هست. دوم عامل هست و فقط عامل است. و سوم معمول هست، یعنی فقط معمول هست. و چهارم نه عامل است و نه معمول هست. پس کلمه های عربی از همین 4 قسم در مسئله اعراب بیرون نیست. عامل و معمول قسم یکم، و عامل فقط قسم دوم، و معمول فقط قسم سوم، و نه عامل است و نه معمول قسم چهارم. پس تمام کلمه های عربی همین 4 نمود می شوند و بس. از این 4 چیز بیرون نداریم. چطوری که ما و شما می دونیم کلمه های عربی 3 نمود می شود و بس، 3 تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف. اما در مسئله اعراب آمدید بگویید که کلمه های عربی از 4 قسم بیرون نیست: عامل و معمول، و عامل فقط، و معمول فقط، و اون کلمه هایی که لیس بعامل ولا معمول. پس این 4 نمود است. برای هر یک اینها یک خلاصه براتون توضیح بدهم. اولا عامل و معمول. عامل و معمول چی نمود کلمه ها هست؟ عامل و معمول کلمه های هستند که هم عامل می شوند و هم معمول. مانند چی؟ مانند فعل مضارع. فعل مضارع هم عامل است، یعنی بعد از خودش فاعل می گیرد. اگر فعل متعدی باشد بعد از خودش مفعول بهی می گیرد. پس فعل مضارع هم عامل است و هم معمول هست. یکم. و عامل هست گفتیم فاعل می گیرد. معمول است یعنی چی؟ یعنی پیش خودش حرف جازمه می آید، جزمش می کند، معمول می شود. پیش خودش ناصبه می آید، نصبش می کند، می شود معمول. پس فعل مضارع هم عامل است و هم معمول هست. هم عامل است هم معمول هست. فقط یک مثالی براتون تقدیم میکنم تا اینکه ثبتم طولانی نشود و در ذهن شما هم این قاعده ها نقش ببندد. و دومون گفتیم دومین عامل هست و بس، یعنی کلمه های هست که فقط عامل هستند. مانند چی؟ مانند فعل ماضی فقط عامل می شود، معمول شدن نمی تواند. و مانند ناصبه ها ان، لن، اذن، کی، اینها فقط عامل هستند و بس، معمول شدن نمی توانند. و جازمه ها لم و لما و علم و علما و لام الامر و لا فی نهی و لا امر، اینها همه فقط اینها عامل شده می توانند، معمول شدن نمی توانند. هیچ گاه اینها معمول نمی شوند، یعنی پیش از خود اینها کلمه نمی آید که اینها را تغییر بدهد. از این حساب این کلمه ها معمول شده
نمیتونه. حرفای جر مین، الا، عن، علا، اینها همیشه معمول هستند، همیشه عامل هستند، معذرت میخوام، همیشه عامل هستند، معمول شده نمیتوانند. پس این دویم قسمی کلمه ها که همیشه عامل است و معمول شده نمیتواند. و سومین قسمی کلمه ها در مسئله اعراب همیشه معمول هستند، عامل شده نمیتوانند، همیشه معمول هستند. مانند چی؟ مانند فاعل. فاعل معمول است همیشه اگر که مفرد باشد مثلا، یا مفعول به اگر که یک کلمه باشد همیشه این چی است؟ معمول هست. و اسم مجرور اگر که فقط به اسم مجرور تنها کفایه بکنیم، مثلا زید فی البیتی، فی حرف جر، البیتی، همیشه و همیشه این معمول می آید و بس عامل شده نمیتواند. اینها را میگن که کلمه هایی که همیشه معمول هستند. اما چهارمین قسم کلمه ها که نه عامل است و نه معمول، لیس بعامل ولا معمول، چهارم قسم کلمه نه عامل است و نه معمول، مانند چی؟ مانند قد حرف تحقیق، هل حرف استفهام، یا همزه استفهام، یا سینه که در اول فعل مضارع میدروید، سیضربو، سیقتلو، یا سوف در اول فعل مضارع می آید، سوف یذهبو، سوف تعلمون، و یا کلا حرف زجر، یا هل، یا الا حرف تنبیه. اینها کلمه های هستند که نه عامل هستند و نه معمول. اینها نه عامل هستند، یگان کلمه بعدش آمدگی در تأثیر رساندن نمیتوانند. کلمه‌ای که بعد از اینها میآید هیچ تأثیری در اون کلمه وارد کردن نمیتوانند. و همیشه معمول هستند. یعنی چی؟ نه عامل هستند و نه معمول، یعنی معمول شده نمیتونند. پیش از اینها یگان چیزی نمیاد که اینها را تغییر بدهد. پس اینها نه عامل هستند نه معمول. پس این چهار کلمه را هر طالب علم یا هر کسی که میخواهد زبان عربی را از خود بکند، وقتی کلمه را دیدی و شناختی که کدام یکی از این چهار نمود هست، پس تو دیگه آزادانه میتونی اعراب بکنی، آزادانه میتونی که کلمه ها و جمله های عربی را تحلیل بکنی، بیان بکنی که این در کدام موقع است و در کدام حالت است و چی هست. اگر که این چهار چیز رو دانستی، یکمش العامل و المعمول، دویمش العامل فقط، و سیمش المعمول فقط، و چهارمش لیس بعامل ولا معمول. این چهار نموده که دانستی، اعراب برات بسیار سهل و آسان خواهد گشت. اکنون چیزی که براتون تقدیم کردیم، ارکان الاعراب اربعتون، یعنی رکنهای اعراب 4 تا می باشد. اکنون تو وقتی که میخوای اعراب کنی، تو باید این 4 چیز را بدانی ای خواننده. خب این 4 چیز چی است؟ یکمش العامل، دویمش المعمول، سیمش الموقع، چهارمش العلامت. این 4 چیز ارکان اعراب است. اکنون عامل چی معنا دارد؟ یکم العامل، عامل، معنای عامل العامل و هو الذي يجلب علامة الاعراب، یعنی عامل اون کلمه هست که جلب میکند علامت اعراب را. مثلا جاء محمدون، همین محمدون برای چی آخرش ضمه شد؟ به خاطر اونه که جاء عامل بودو، کلمه محمدون را آخرش را ضمه داد. یا مثلا میگوی که فی البیتی، بیتی برای چی آخرش کسره شد؟ برای فی حرف جر عامل است و بیت را آخرش را کسره کرد، این رو میگوین عامل. و هو الذی یجلب علامت الاعرابی، عامل کلمه هست که جلب میکند علامت و نشانه اعراب را، نشانه اعراب را در آخر کلمه جلب میکند، همین رو میگوین عامل. اکنون معمول چی است؟ دویم رکن اعراب این معمول است. معمول چی است؟ معمول و هو الکلمه التي تقع في آخرها علامت الاعرابی. معمول اون کلمه است که واقع می شود در آخری کلمه علامت اعراب.
یا واقع میکند در آخر کلمه علامت اعراب را واقع میکند. معمول اون کلمه است که تقع فی آخرها علامت الاعرابی، یعنی کلمه است که واقع می شود در آخر همون کلمه علامت اعراب در آخر کلمه واقع می شود. مانند چی؟ مانند حالا گفتیم ذهب محمدون، پس محمدون معمول هست. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که آخر کلمه را اعرابش در کلمه محمد جایگیر شد. ذهب را عملش تأثیر کرد کلمه محمد را، محمد آخرش ضمه شد، محمدون، پس این را میگوین معمول. یا مثلا گفتیم فی البیتی، فی حرف جر عامل که بود، البیتی معمول است که در آخرش حرکت اعراب ظاهر شد، فی البیتی آخرش کسره شد، پس این را میگوین معمول. معمول همون کلمه که در آخرش علامت اعراب ظاهر می شود یا علامت اعراب واقع می شود. این دویم رکن اعراب بود. سیوم رکن اعراب چی است؟ الموقع، موقع جایگاه همون کلمه را که ما میخوایم اعراب بکنیم جایگاهش چی است، محل اعراب دارد یا نه، انا میره میگن موقع. میگن که و هو الذی، یعنی همین موقع چیزی هست که یحدد وظیفه الکلمتی، یعنی تعیین میکند وظیفه کلمه را، که کلمه را وظیفهش چی است. کان تکون فاعلا او مفعولا به او نحو ذلك، یا مثلا فاعل میشود مانند ذهب محمدون، پس محمدون را موقعش، جایگاهش، مکانش چی است؟ مکان فاعل است، باید فاعل مرفوع باشد. او مفعولا به، مثلا میگو رأیت محمدن آخرش منصوب شد، فتحه شد. چرا؟ زیرا آنکه این کلمه را موقعش نصب است، او نحو ذلك، با مانند همین میگو سلمت علی زیدین، علی حرف جر، زیدین آخرش مجرور شد. چرا؟ زیرا اینکه موقع زیدین همین است که باید آخرش کسره شود، برای پیش خودش عامل آمدگی است که علا اون حرف جر بعدینه کلمهش را مجرور میکند. پس این سومین ارکان اعراب است که اون موقع است، یعنی هر یک کلمه را ما باید موقعش بدانیم، وقتی کلمه را میبینیم موقعش بدانیم. پس موقعات به سه قسم تقسیم میشود، در اسم ها به سه قسم تقسیم میشود. موقعایی هستند که همیشه مرفوع هستند، مانند مبتدا و خبر، فعل و مبتدا و خبر و فاعل و نائب فاعل و اسمی کان و خبری این و توابع و مرفوعات. اینها کلمه‌ای هستند که آخرشون مرفوع میشه، موقعشون مرفوع است. یا منصوبات که 14 تا میشود، مثلا مفعول به و مصدر و حال و ظرف و اینها که 14 تا هستند، اینها منصوبات هستند. و مجرورات که 2 تا می باشند، یا اسم مجرور است یا مضاف الیه هست، که اینها را باید به تفصیل انسان اعراب کننده باید بداند. وقتی که اینها را که دانستید، پس موقع اون کلمه را، جایگاه اون کلمه را، مکان اون کلمه را شما میتونید تعیین بکنید. وقتی تعیین که کردید، میتونید که در آخرش حرکت مناسب به خودش را بدهید. اگر تعیین کرده توانستید، حرکت مناسب به خودش را برای اون کلمه میدهید. این را میگوین موقع. سومین ارکان اعراب. و چهارمین ارکان اعراب العلامتو، علامت است، نشانه. اکنون موقع را تعیین کردیم، موقع به خودش را نشانه دارد، 4 نشانه هست. میگه که وهی التي ترمز الى موقع الكلمه من الجمله، یعنی همین علامت اون علامت است که اون وهی التي ترمز، یعنی نشانه هست، راهنمایی میکند به موقع کلمه از جمله، که اون جمله در چی موقع است. مثلا اگر که مرفوع باشد، مرفوعات به خودش را 4 علامت دارد. منصوب باشد، منصوبات به خودش را 5 علامت دارد.
مجرور باشد، مجرورات به خودش را 3 علامت دارد و اینها را باید معین کنیم. مجزوم باشد، مجزوم به خودش را 2 علامت دارد. اینها را باید انسان اعراب کننده این رمزها را، این علامت ها را باید بداند. اگر که اینها را که دانستی، پس دیگه برایت اعراب کردن به مثل آبی خنک نوشیدن است، به مثل آبی تازه و پاک نوشیدن است. اگر که این چیزهایی که حالا بیان کردیم اینها را بدانید. به خاطر اینها را دانستن چی است؟ کتاب الاجرومیه. کتاب الاجرومیه را بخونید، یک کتابچه که خورده که کس همه همین گپایی که حالا گفتم همه همینها را بیان میکند که در شبکه یوتیوبی هم درسش هست، میتونید که از اون استفاده برید. تقریبا 15 درس شدگی است، بگیرید و کسانی که یکم بار این سخنها را میشنود میخواهید که این گپایی که حالا من گفتم اینها را به تفصیل بفهمید خودتان، پس کتاب الاجرومیه را بخونید. کتاب الاجرومیه یک کتابچه که خوردکک است، یک کتابچه که خوردکک هست که باید هر یک طالب علم اون را از خود بکند. پس این بود ارکان اعراب. ارکان اعراب این 4 تا هست. این 4 تا را در ذهنتون خوب داشته باشید. یکمش العامل، دویمش المعمول، سومش الموقع، چهارمش العلامت. علامت همون موقع، مثلا موقع نصب باشد علامتش چی است، موقع رفع باشد علامت و نشانهش چی است، موقع جر باشد علامت و نشانهش چی است، علامت در موقع جزم باشد علامت جزمش چی است. اینها را باید هر یک طالب علم یا کسی که میخواهد در مسئله اعراب ملکه و دانش و قدرت و توانایی پیدا کند، اینها را باید حفظ بکند. این کلمات زیاد نیست، همش اگر جمع کنی شاید 50 کلمه شود، زیرا اینکه مرفوعات 7 است، منصوبات 14 تا است، 7 و 14 21 و مجرورات 3 تا هست یا 2 تا هست، 23 تا. ببینید و 4 علامت رفع، 4 علامت رفع و 5 علامت نصب و 3 علامت جر و 2 علامت جزم. نیا کنید همش 50 کلمه نمی براید. همه اینا را اگر جمع که 50 کلمه نمی براید. وقتی شما این 50 کلمه را که فهمیدید، الکی شما ملکه اعراب کردن پیدا میکنید. الکی شما کلمه را میبینید، میدونید که این باید چی شود. مثلا میخونید که الحمد لله رب العالمین الرحمنی، این حرکت ها برای چی تغییر یافت؟ الحمد برای چی دم شد؟ لله برای چی کسره شد؟ ربی برای چی کسره شد؟ عالمین برای چی کسره شد؟ در حالت جر اومد، علامت مجرورش چی است؟ علامت جرش چی است؟ اینها را دیگه الکی شما میفهمید اگر این 50 کلمه که حالا گفتم از کتاب الاجرومیه حفظ کنید و از خود بکنید. پس مسئله اعراب بسیار مسئله آسان است، بسیار مسئله سهل است. کسانی که میگویند اعراب کردن قین است و دشوار هست، یعنی که اونها در دست استاد موافق نافتادند یا در پیش کسی که علم نحو را بفهمد در پیش او تحصیل نکرده است. در نظرش اعراب یک کوه میتابد. متاسفانه در این شب و روز یا بسیار برادران از صرف و نحو قماب هستند. چرا؟ زیرا استاد موافق پیدا نکردند، زیرا آنکه از کسان درس گرفتند یا پیش کسان در خواندند که اونها خودشون اصلا صرف نمیدونن چی است، اصلا نمیدونن نحو چی است، اصلا نمیدونن عامل و معمول و موقع و علامت چی است. پس شاگرد بیچاره در نظرش نحو و صرف دیگر یک بلای یا یک مصیبت بزرگ، یک کوهی دهشتناک میتابد در نظر اون شاگردش. از این حساب استاد را اختیار کنید در مسئله علم گراماتیک که اون معلوماتی داشته باشد و معلوماتش رو انتقال داده به ذهن شما بتواند. خب اکنون ارکان اعراب 4 تا بوده است. اکنون و مثال ذالک، مثال همین ارکان 4، همین 4 رکن ها را مثالشان: ذهب زید الى المدرسه صباحا، یعنی رفت زید به مکتب صبحگاه، در وقت صبح، یعنی سحر قتی زید به مکتب رفت. پس اعراب و تحلیل این جمله چی است؟ میگه الاعراب، اعراب همین جمله ذهب زید الى المدرسه صباحا. ذهب
فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. ذهب چی بوده است؟ فعل ماضی مبنی على الفتحة الظاهره در آخرش است. پس این اعرابی تحلیل کلمه ذهب. زیدون اعرابش چی است؟ تحلیلش چی است؟ زیدون فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اکنون زیدون فاعل بوده است. اله چی است؟ اله حرف جر مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. پس اله حرف جر مبنی علی السکون بوده است و محل اعراب ندارد. المدرستی اسم مجرور بحرف جر و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. یعنی المدرستی اسم مجرور است به حرف جر، یعنی اله حرف جر که هست مدرستی را مجرور کرد و علامت جره و نشانه مجرور بودنش الکسرة الظاهرة است، یعنی کسره آشکارا است علی آخره در آخر کلمه المدرستی. والجار والمجرور متعلقان بالفعل ذهب. پس کلمه این کلمه الی المدرستی جار و مجرور هستند، متعلق هستند با کلمه ذهب، با فعل ذهب. بعد از این صباحا چی است؟ صباحا ظرف زمان، صباحا ظرف زمان است، یعنی وقت است. منصوب است و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. یعنی صباحا ظرف زمان منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس صباحا ظرف زمان است، منصوب است و علامت و نشانه نصب بودنش فتحه ظاهره است در آخرش. صباحا. و الظرف کلمه صباحا ظرف که هست و الظرف متعلق بالفعل ذهب. پس این ظرف همچنین متعلق به فعل ذهب که در اول جمله آمده است متعلق به همان ذهب می باشد. انا اکنون تحلیل هذه الجمله بما یوافق ارکان الاعراب، یعنی که تحلیل و سنجیدن این جمله با آن چیزی که موافقت میکند ارکان اعراب رو. ما در بالا گفتیم ارکان اعراب 4 تا هست. ارکان اعراب 4 تا هست: عامل، معمول، موقع، علامه. اکنون بیا تحلیلش میکنیم، میسنجیم به همون ارکان 4 گانه چی گپ میشود. اولا کلمه زیدون، یکم میگه کلمه زیدون رو نگاه کن، فهو معمول. کلمه زیدون معمول است. والعامل هو الفعل. عاملی کلمه زیدون این فعلی ذهبه هست. همین ذهبه عامل است و زیدون معمول است. 2 رکن اعراب رو گفتیم. سومش چی بود؟ موقعش، جایگاهش. و موقعه، جایگاهی کلمه زید چی است؟ مکانی کلمه زید چی است؟ فاعل است. فاعل باید چی باشد؟ مرفوع. و علامته، 4م رکن اعراب، علامت و نشانش. علامتی فاعل چی است؟ مرفوع است. علامت رفع چی است؟ الضمه، ضمه هست. زیدون، دیدید؟ ذهب زیدون. پس ذهب عامل است و زیدون معمول می باشد. بعد از این دوم کلمه را میره. ثانیا، دوم کلمه المدرستی فهی معمولتون. مدرسه معمول هست. معمول عاملش چی است؟ والعامل هو حرف الجر. عامل اون حرف جر اله هست. و موقعه، موقع مدرسه چی است؟ مدرستی معمول کی است؟ اله عامل است. موقعش چی می شود؟ جایگاهش چی است؟ اسم مجرور، اسم مجرور است. و علامته، علامت جرش چی است؟ الکسرة، کسره است. دیدید؟ المدرستی این معمول هست، اله عامل هست. موقع مدرستی اسم مجرور است، علامت جرش الکسرة هست. ببینید چی طور آسان، ساده
و چی طور عیان و بیان و روشن از این کلمه آسان وجود دارد. الله اکبر. ثالثا سومین صباحا. ببینید صباحا چی است؟ فهو معمول. صباحا معمول می باشد. والعامل هو الفعل الذهب. عاملش چی است؟ فعل ذهب است. پس ذهب عامل است و صباحا معمول است. موقع صباحا چی است؟ و موقعش منصوب علی الظرفیتی. منصوب است به ظرفیت. منصوب است به ظرفیت، یعنی ظرف است. ظرف باید منصوب باشد. ظرف چی ظرف زمان است چی ظرف مکان باید منصوب باشد. پس صباحا معمول است، ذهب عاملش است، موقع و جایگاه صباحا ظرف است و ظرف باید منصوب باشد و علامته و نشانه نصبش الفتحه، فتحه است. دیدید علامت نصبش چی بوده است؟ الفتحه، یعنی فتحه می باشد. پس این هست کلمه های ارکان اعراب و کسانی که میخواهند در مسئله اعراب ملکه و دانش پیدا بکند، پس این چیزها را که دانست اعراب به سادگی و به آزادی میتواند بیان کند. کلمه‌ای که جمله‌ای که آوردیم ذهب زیدون الی المدرسه صباحا، همین را از دیدگاه آن در اول بیان کردیم که کلمه معمول و عامل است، یا کلمه می شود عامل فقط معمول فقط، یا نه عامل و نه معمول. دقت بتید کلمه ذهب در اینجا این عامل هست و بس، عامل است و بس. زیدون این معمول هست و بس. ایلا همچنین عامل است و بس. المدرستی همچون معمول هست و بس. صباحا این معمول هست و بس. دیدید؟ پس انمی طور کلمه را اگر که شناختید الکه شما درک میکنید. و سوره الحمد را اولش رو خوندم، یک بار دیگر دقت بتید. الحمدو این عامل است، عامل لفظی یا که عامل هست. و الحمدو لله، لی حرف جر این فقط عامل است و بس، معمول شدن نمیتواند، عامل است و بس. اللهی اسم الجلاله معمول است، معمول است و بس. ربی این همچنین معمول هست، این همچنین معمول است. ربی با عامل هم هست. کلمه ربی، رب العالمین، ربی هم عامل است و هم معمول است. اما العالمین فقط معمول هست و بس. دقت دادید؟ پس این چیزها را در ذهنتون جا کنید و این چیزها را به مثل نامهاتون بدانید. دیگر الکه شما میتوانید کلمه های عربی را به سادگی، هر آیت میتیانتون، حدیث میتیانتون، یا کلمه عربی را میتیانتون، یا جمله عربی را براتون میدهند، شما میتوانید به سادگی اعرابش بکنید و تحلیلش کنید و بیان بکنید که این کلمه ها چی هستند، از کدام قسمی کلمه ها می باشند. پس این بود درس یا گفتار اولین ما در مسئله اعراب و تحلیل کلمه ها، و الله سبحانه و تعالی موفقتان گرداند و به حفظ کردن این کلمات و این چیزهای مهمه و لازمه برای کسانی که میخواهند ملکه اعراب کردن پیدا بکنند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.